عالیه انصاری آیا با واقعیت به بار دوم ازدواج کرده است؟ شوهر دوم عالیه انصاری کیست؟ رابطه جنجالی عالیه انصاری با حسام فرزان به کجا رسید؟ نشر آهنگ جدید عالیه انصاری با لیلا خان. من در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عالیه انصاری، هنرمند محبوب، موفق و ناماشنای افغانستان، دیر نمیگذرد عالیه انصاری راه هنر موسیقی را انتخاب کرده است. عالیه انصاری برگزاری کنسرت در سال 2015 در افغانستان و اوج شهرت هنری رسید. عالیه انصاری در ابتدا آهنگ‌های محلی می‌سرود، اما رفته رفته آهنگ‌های عالیه انصاری عاشقانه و میهنی شد. عالیه انصاری نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه تمیم ناله هم از جمله هنرمندان موفق و ناماشنای کشور است. عالیه انصاری با خانواده‌اش در سن طفولیت به کشور آلمان رفته است، اما بعد از آن که عالیه انصاری ازدواج کرد با همسرش در شهر لندن زندگی میکرد. اما عالیه انصاری از همسرش جدا شده است و اکنون دارای 2 فرزند میباشد. این روزها تصاویر عالیه انصاری در صفحات مجازی دست به دست شده است با لباسهای سفید که عالیه انصاری به بار دوم ازدواج کرده است. اما تا کنون عالیه انصاری درباره حقیقت این ماجرا چیزی بیان نکرده است. عالیه انصاری این روزها به کارهای هنریش بیشتر از قبل پرداخته است و خواسته با هنرمندان پاکستانی و تاجیکی آهنگهای دوگانه ثبت و نشر کند و آهنگ جدید وی با لیلا خان هنرمند پاکستانی استقبال گرمی از طرف علاقمندان و طرفدارانش شده است. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان عالیه انصاری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.